من بگر 5 سال بیهوده است پسر دویدم. برای اون دویدم که تو همیشه با من باشی. درست عزیزم. من تو رو بیشتر از اون دوست می‌دارم که تو من. دروغ. دروغ. دلیل. من در برات مگر این دلیل نیست؟ این کم است. چی می‌خوای؟ چی می‌خوام؟ چی؟ کجا شدی؟ او همون شوهرت از 2 سالی باز نخوری؟ از سحر تا بگم درون خانه پچیر در جوانان نورهید نه شرم است و نه حیا. از مهر و محبتی تو شکم سر نمی شود کو. او با بیرو برو یک خوراک پس و یک کار خانه کن. او شوهرت در کارش گرسنه نماند. کلی زنوکات گیرد. من روم که تو بگو دل جگر من میخورد. یک من حاضر بگم. جوانی مرجب به همون کلی نشده مون. با اون مهر و محبتی تو شکم سیر نمی شود. و یک خوراک پس یک کار خانه کن. او شاید یک چی خورده رو باید در کارش گرستم نموناد. رم دست خان بیار. دست پنجهش نمی چسبند و یکم کار نمی چسبند. زودتر این دختر چقان می شود. تست کارم میکنه. رفت خوراکت رو بیار. رفت بان چای نکمون. زودتر خوراک رو بیار. یه اصامون چایت هم بیسم. همش رو میفهمم عزیزم. تو خط کن همش ناز میشم. قریب 1 سال میشود که من همین احوال رو دارم. آخر وای مادرم است. نمیدونم یکم کاری کن دیلش رو یو. اقلا هر روز یک گپی نو داشته باشن. فقط یک گپ. همه گپاشون رو از یاد کردن. آخر تا که این دوام میوبن. بس عزیزم. رفتنم در کن. من دیر میکنم. خب؟ چای تایو. گفتم که دیر میکنم. خب؟ تا من آمدن ما رو بیشتر یاد کن. خوش؟ فهمو. نهاری نکردنش ما بایستی. گپ شنوی من میشم باز روزی در روز. بس کن. کنی؟
تو بگو. سلام علیکم اوچا. صبح بخیر. اصلی دیوی اوچا. چخیر بچه جون؟ رحمت بشه. ناز خواب رو تخیستی؟ رحمت باشه جون. اوچون من. شما ناز بچه بچه خودتا احتیاط کن. گروستا نیستی؟ نه. بیم بچه جون احتیاط کرده راه گذر. مالش سلام علیکم. رو تا پس کارو چه؟ رو مالی خب. رو گفتم رو همه نختیم. اینقدر کلی بری نچه هست؟ بسم الله الرحمن غبای اوچر خدای شکر همه تینجی یگان خوراک نقص پاید من این بگاهی بر وقتتر میگیرم همه چیزی که برای شمشو جان وعده کردم میگیرم پناهتان به خدا تو بگو این خیلی دختری بی حیا رو در حیاتم ندیدم 4-5 سال از پسی پیسرم دویدی سیر نشدی ایش دختری بی تربیت من گفتم کو این دختر نمی شود نه اوتیو بچه می شود گفته انا اکنون نتیجه اش را بینه حالاییست شده است کو؟ از لب و لونج کارسان ریخته ایستاده است این نانی کردگی توی سگ هم نمیخورد نه یک دست و پنجه نه یک خوراک حلال نه یک نانی لب و لونجش درست دختر او کار و بار زندگی یاد گرفته بعد شکنی نمیشد میان یک سال زیاد می شود که یک کودکچه هم زایده نمیتوانده شری ساخته می چه خیلی کنی بودم
جون دختر جون این کارو نکن. گوش کن بچه کم، شما حالا جوان هستی، آخر در زندگی همه کار شدنش ممکن. روزگار پستی و بلندی های زیاده دارد دخترم. آخر زندگی همان وقت شیرین می شود که آدم همه این رو تضاد ها رو پسی سر کرده تواند. دخترکم گوش کن، آخر به تو چی نمی رسد؟ زندگیت تامین روزگار آرام و آسایشته داری. نگاه کن جانی بیبی، جانکی بیبی، اینو بینن خداوند یک پسر که دوست رو یک داده است. آخر شکر کردن در کار بچیم، شکر، ناشکری نکن. من نمیدونم، من در این خانه عروس شده آمدگی یا غلام. لباسای هیور کن مایلش، باز از کودکانی آن را شستشو کن. خوراک تیار کن، خمیر کن، نان بند. بیزار شدم، نه یک دقیقه دیگر نمیستم. مادر جان ما روا دور نمی رود. یک مینتی اکا و ینگه رو شنوه بعد دویده کنان می آید. نه آید اختیارش زمین و زمان را دختر گرفته است. دمتگیر زمین و زمان را دختر گرفته است. فکری سرچت نمی کنی مگر؟ از آنه که در خانه شما خروار کار کردن مینت ینگه رو شنوم بهتر است. من مادر دارم که در پای فرزندم خار خلیدن را نمیماند. دخترکم این کارو نکن. بچه‌کم گوش کن، آخر به تو چی نمیرسد؟ او در این خانه یگان کس پیشکی تو رو پیش من فقط به یک شرط با پسر شما زندگی میکنم. اگر ما را بوله کنه من میخوام که به ما خانه خرید. اوه گبزنی رابین، گوش کن، من از خانه پدرم هیچ کجا رفتنی نیستم. من گپم را گفتم، تمام و سلام. روی رفتنگی. دخترکم این کارو نکن. شمشاد جان، شمشاد پسرکم، دخترکم این کارو نکن. آخه تو چکار کرده ایستاده ای؟ من نبرم.
یک چای کبود بیار. کلین یک چای کبود هم کرده بیار. من از اول راضی نبودم مردک. من میخواستم که دختری اپم را به پسرمان دهیم. نه گفته طرفی پسرتان را گرفتید. انا عاقبتش. چی عاقبتش؟ کدام عاقبتش؟ من نمیفهمم. بس کنیده. گفتم کو نمیشود. از یک سال زیاد شد که حتی یک فرزند زایده نمیتوانده. میشود فرزند میشود، فقط صبر لازم، صبر. و یک آیله دارشوی هر دویمون را به خاطر آریم. تو بعد از 8 سال تولد کردی و همه تافته بافتد، یک پسر و یک دختر. چی؟ من این را بهانه کرده از تو جدا می شدم؟ و من جدا نشدم کو. شما چی ها میگویید؟ این ما دیگر بودیم. شما دیگر بودید. نه بابا جانم شمشون جان صحت سلامت با مادرش به خانه باباش رفتن. رفت؟ باز رفت؟ رنگی که ها؟ خیلی این دفعه چی گپ شده است؟ میگوید که با ما خانه الهی خرید. خدا خیر میفهموندی زنک. میگفته که زندگی پستی و بلندی ها دارد. فهموندم بابا جانش. نشد. راست دیگر برای من خیلی میخوام. مشکلی ندارد. لیکن از نبیره هم جدا شدن برای من به مرگ برابر است. برای من هم بابا جانش. عزیز چی میگوید؟ عزیز جان میگوید که من از خانه پدرم جدا نمیشم. رفته لباسای خونگی مرا تیار کن. خوب شد است بابا جانش. بیا دخترم بیا. السلام علیکم. با تو چی گپ شد؟ با دخترک اوچه و جانی اوچه و اصلی خودمه و اصلی خودم. تو نظمی سا سلامتک هستی؟ و برای چی گریه میکنی؟ و چی گپ شد؟ من دیگر این زندگی کردن نمیتوانم. طاقتم طاق شد که این حوال خاتمه مییابد آخر. دخترکم جانی اوچه بیستو بابا نگاه کن. چی گپ شد؟ باز همون بیوه؟ زیخ کرد. حالا ایسته اوچه زارش را نشان میدیم. تو زیخ نشو. بیا با بالا برو. دختر جانم سلامتیت نقص؟ بالا برو. سلامتی نبیرم هم نقص. یا با خصوص خوشامانت یکو واقعا دختر. چی گپ شد؟ گپ زن؟ چی گپ شد؟ شب و روز می جنبم. همه کار و باری خواندن در گردن من است. خسته شدم. همه رو به پسرشان دادن یا کنیزک خریدن. اوچم برده او دختری اوچشه اصلی دلی من. آوای ها آدم های درست بودن که
آدم های بدولت او برای تو یک خدمتگار گیرن نمیشد می مردک این خیلی نمیشود. دخترم خسرو خوش دامنت آدمان خوب. دختر جانم این انعنهی باباگی ما 1 سال 2 سال از هم از یادش 3 سال طاقت کن. طاقت دیگر نمیشود. گفته ده اگر به آنها عروس نبیره در کار باشد خانه میخرند جدا میکنند. گل بری دختر یکه و یگانه ام را برآورده دادم. گوهره که چشم ما بری نگاه میکنه. گفتگیشان چی بود؟ اینا کمی رنگ ای زرد اینقدر خراب و ادا شده از دختره که من و چه مورده دختره کمی این حال آنها با صابونی من جامعه نشستن. تو زیغ نشا ویره نکن. خیز بچه کم در اومده استراحت خوراک نمیخوری. کلین خوراک تیار کن. بچه جانم زیغ نشا اصلی خدا همه کار نظم میشه. بچه جانم زیغ نشا گیره نکن نبیاره جانا گیره مثل اینجا خوش بیا بچه جان بیا رفت بخوانه زیغ نشا همه کار نظم میشه. آروم شد هم در استراحت کن. بچه مادر جان لبای بچم پدرم آمدند اما تابشان خیره. چرا؟ فهمو برای شمشا. بله از کار برگشت دست و رایش رو شست و به خانهش در آمد. حاضر می آید. بیاید بابا جانش شما از بالا گذارید. انا تربوزه حاضره که استک او بخونو گرفتم. خدا فرماز بابا. تشنگیتان شکنید. گذارید. حق گذارید. مرحمت. گذارید. بسم الله الرحمن او چش؟ لبای بابا جانش. نه فقط با من زنگ زدن که مسئله خانه عزیز جانم حل شده است. زو جایی نرز من میدونم. بگذار فرزند کلانی است. روان زندگی کنند روزگار خود را بینند. چی گپ شد؟ شما کروید؟ هیچ چیز. نصیحت کردم زندگی رو یاد دادم یاد نمیگیرد یا نمیخواهد. و چی در کار این گپ ها؟ و جوان ها یک دیگرشان دوست می‌دارند. این البته خوشبختی ماست که پسری یک او یگانه ما با عروسش خوشبختن. و تو با من 3-4 پسر تولد نکرده ای کو یک او یگانه
گاوی شیرده از خویشه دومش معلوم است. یک گپ زنم این همین از اول همین دختر با من معقول نبود. بیگونه که هست صدقاً خدمت نمی کند. پسرم لابای پدر جون کارو برات چطور زندگیه چی خیل؟ خوب است بد نیست با اصطلاح نه خوب و نه بد. درسته لیکن بیا این مسئله رو یک طرف گذاریم و از زندگی شخصی تو صحبت. چی شده از به زندگی شخصی هم پدر جون؟ با قول همه چی آرام است. خیلی آرام است پسرم. تا حتی نمیدونی که زنت برای چی از خانه‌ات برآمده رفته است. پدر جون من با کسی درشتی نکردم، کسی رو نزدم، حتی با کسی گپی بد هم نگفتم. کی فرزندش رو دوست نمی دارد؟ شمشاد برای من تمامی هستی هم است پدر جان. لیکن مادرش 1 سال باز می شود که مرا بیزار کرده است. می خواهد که علاهیده زندگی کنیم. لیکن من این رو نمی خواهم. می خواهم که همراه شما باشم. من با او گفتم اگر می خواهد امین نمی خواهد اختیارش، او زندگی خودش رو بیند، من از خودم رو. خلاصه دختر پور. ای پسرم نامعقول کرده چون من هیچ گمان نمی کردم که از زبان فرزندم چنین سخنها می شنوم. مرد هیچ وقت در کدام حالتی که نباشد نباید زنش را سر دهد. ما در محل زندگی میکنیم. میدونی مردم چی میگوید؟ زنی عزیز زنی دیگر کس شده است. زنی عزیز با دیگر کس رفته است. نمیگویند که سابق زنی عزیز. میفهمم پدر جان. کاش همین نصیحت های شما رو او هم میشونید. فرزندم، پسرم، عزیز جون، ما خواهیم نخواهیم یگان وقت باید شما مستقل باشید، زندگی خود را یابید. باید که رفت و روش زندگی خود را برپا کنید. این حکم تقدیر است پسر. میفهمم پدر جان. آخر من چی من؟ نصیب باشد هفته دیگر به خانه نو میکوچید. آقا جون باز من گفتم آخر کسل نشود. انا اول خودت زایدی نمان که کسل شود. فهمو؟ باز چی گپ شد عزیزم؟ من همگی خواستم که کودک رو از من بگیرم، اما اپام گفتن که کودک خودتم. هیچ گپ نه عزیزم. کمتر دیگر می. دیگر این خیلی گپ رو نمیگویم. آخر تو باید به مادرت میگفتی که من حامله‌ام. ایها من از شرمم میکفم. آخر این صحبتی زنانه است. تو خودت باید به وی میگفتی. آخر مادری تو حتی منو گپ زنی نمیمونند و من باوری دارم که بعد از شنیدن این گپ وی خرسند میشود. خب پگاه با وی میگویی؟ کنی؟
میگویی؟ هست کامتا بیاریم چی شد؟ وسط گیلی؟ چی خوردی؟ یکم چی داری؟ چند ماه؟ 5 خاله جون. هی میتونی خانه که رو بس پس کارت چاو جان بچم خریدی؟ یه سلام علیکم. من از اداره فروش منزل نخو ابراهیم الیاسی و شما سلام رسوندم و حجت و کلیدهای خانه شما رو روان کردم. سلامت باشم. فهمت که تشکر زیاد یک بار دیگر مبارک شود. سلامت باشم. من یک پیاشه گیریم. رحمت یکم وقت دیگر میشم. پسرم گوشت کن. بچه عزیز. لبای بچه عزیز. لبای بابا جانش عزیز کنی؟ در خانه؟ اینجا زن. تینجی میداده جانش؟ یک زن. حاضر؟ عزیز جان؟ لبای مادر پسرم دادت تو رو میپرسن. تینجی؟ تبریک میکنم شما. با چی؟ ترسم دیده جانش. این اوجدهای خانه دو خانگی در قبط دویم در محله 84. بچه‌ش شما رفتن بعضی کمبودی های خانه رو بینید. من خود حاضر رفتن نبیرم رو گرفته بیارم. خوب شده بابا جانش، خوب شده. سرکم عزیزک او چش مبارک شود. مبارک بچه جان، مبارک. تشکر مادر. انا دیدی بچه اکنون شما صاحب خانه در این خودتان شده. الها این خانه برای شما خوشبختی آورد. مبارک شود. بیا بچه جان زودتر رفته خانه رو بینیم و همه کارش رو درست کنیم. بیا بچه جان.
Assalomu alaykum O'cha jon. Ha Shabo jon, omadi bachcha kam. Omadam O'cha jon. Ajjoni O'cha. Shunaqas O'cha jon. Kanisto? من از بچه کم سیر شوم خب بچه خوشت میدارد تنها شما O'cha jon. شما نه؟ سلامتون خوب؟ خدا کت کارهای چخیر میشه O'cha jon. منم چینه. نه زکک اومدی؟ ها O'cha jon شکر. خیش پسرکم کارها چخیر میشه O'cha jon. کش و کش دو کاری همه روزه با شما معلوم کن. سلامت باشید O'cha jon. شمشاد نمینموید؟ شمشاد؟ بابایش آمده بود خانه خریدیم خانه الهیده مبارک شود O'cha jon. مبارک شود. خدا به شکر دخترکم از عذاب خلاص شد کلی نتون کنی؟ گفتگی برین اکهش آمده بود گرفته رفت مازش گریخت گفت نفهمیدم چه خیر؟ چرا کسی با من هیچ چیز نگفت؟ تو گمان میکنی که با من گفت؟ وای هیچ کس را پسند نمی کند دروغ اف گفت و رفت O'cha من یک زنگ زنم. جواب؟ O'cha الو لابا جواب سلام زنگ زده گفتی خود رو باتیس میکند خانه بردم احوالش وزنی شد با تولد خانه آوردم کدام تولد خانه؟ تولد خانه رفتم یک همین نزد خانه ما؟ خب رحیم جون من حاضر در همونجا میشم. بعد از 5 دقیقه همونجا میشم. خب مایلش جواب لابا O'cha باشه جونم تینجی هست؟ تینجی O'cha جون من به تولد خانه رفته برمیگردم. خب من زود برمیگردم O'cha. خب خدا تنجی باشد خدا جان سلام رحیم جون چی نشد؟ دختران نبردم من به نظرش میدرویم وای دروازه خانه است دروازه ممکن نیست نه به هر حال من میدرویم فقط درم نکن خود دختر میبرم من شوهرش من برادرش بسیار خوب به سلامتیش فکر کنم قدر اهمیت ندادید به هر حال ما چیزی که از دستمون اومد کردیم ولی چی؟ افسوس از سبب نوجوری و درگرده فشارش به نهایت بلند بود از این سبب دلش از کار